امامعلی رحمون که پیروز شد حالا در 7 سال آینده چی چالش‌های در روپروی او ایستاده است؟ در مدت 7 سالی از سال 13 و این سال اونقدر جستجو کرد، اونقدر کوشش و تلاش کرد که مثلا همه وعده های دادگیش رو اجرا کرد. سبب 90% شدن آوازدهی مردم هم شاید همین بود که مردم با او باور نمودند که در حقیقت پرزیدنت یکی از پیشوای حقیقی ملت است. حکومت امامعلی رحمان در برای 7 سال دیگر گویا که مسئله جدی ندارد از این نقطه نظر و از رقیبان انتخاباتیش چیزی نمیگیرد، اما مشکلات خیلی زیادن و فکر میکنم که ما درباره 7 سال نه بلکه بهتر میبود درباره 2 سال دیگر صحبت کنیم، چون از روی بعضی فرضیه ها احتمال دارد که تا 2 سال دیگر در توچیکستان پس از یعنی برگزار شدن 30 سالگی معرکه 30 سالگی استقلال توچیکستان یک معرکه میان دوره‌ای یا پیش از مهلت پرزیدنتی به نقشه گرفته شود شاید و انتقالی قدرت صورت بگیرد. شما باوری دارید که واقعا هم بیش از 90% رو رئیس جمهور، یعنی که بیش از 90% به اون کس رای دادند؟ حکومت خیلی تلاش کرد انتخابات به همان نحوه انجام بگیرد که آنها میخواستند و همین نتیجه هم به دست آمد. حتی همون جانبدارای امامعلی رحمان هم دیگر میگفتند که ما رویم نرویم هیچ ضرورت نیست چون پرزیدنت آینده معلوم است و وابسته به همون رقیبایی که گویا در معرکه بودند. اینقدر تبلیغ زیاد شد. حتی ما میدیدیم که مثلا در کوچه ها، در ماشین ها، در خب تلویزیون البته به صفت نامزد هم که نباشد به صفت پرزیدنت عمل کننده شب و روز او را تبلیغ میکرد. یعنی برای مردم عادی بسیار جالب بود که مثلا آیا او در برابری که این گونه مثلا تبلیغ می شود و اگر تصور کنید که نامزدهای دیگر نصفی مثلا تلاش های کمانده یا ستاد انتخاباتی امامعلی رحمان را میکردند، البته گفتن ممکن بود که تا اندازه احساسی انتخابات، احساسی فضای انتخاباتی مردم شاید احساس میکردن و نتیجه های دیگر خیلی‌تر هم شدنش امکان داشت.